واقعا تو این 2 هفته آینده 2-3 هفته آینده آخرین فرصته برای اینکه ما بتونیم با یه مقدار کاهش مصرف در واقع این 2 ماه مانده تابستان رو ازش عبور بکنیم. تصور کنید که یک شهر 10 میلیونی قرار باشه برای روزهای متوالی، ساعتهای طولانی پشت سر هم آب نداشته باشه. واقعا شرایط در این گرمایی که هست و واقعا شرایط آخر زمانی هست. در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اونچه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون شما در واقع اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب امسال بحرانیه نمیبینید. یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چمن آبیاری میکنه. ما هیچ وقت در کشور اینو تجربه نکردیم که در یک سال بسیار کم آب به مردم یک شهر بگیم که در مصرف آب صرفه‌جویی کنید و الا آبتون قطع میشه و فرصت صرفه‌جویی رو برای مردم فراهم بکنیم و اجازه بدیم که این توفیق حاصل بشه. اگر این توفیق حاصل شد بعد میتونیم همیشه به اون تجربه مثبت ارجاع کنیم، بگیم دیدید گفتیم در تابستان 404 به مردم که صرفه‌جویی کنید به مردم تهران و کردن و آب تهران قطع نشد. بنابراین در مشهد، در اصفهان، در شهرهای دیگه سالهای بعد میتونیم روی این تجربه تکیه کنیم. ما هیچ وقت این کار نکردیم. شرکت‌های آب و فاضلاب در تهران برای اینکه بتونن مصرف آب رو در تهران مدیریت بکنن فشار آب شبکه رو بسیار کم کردن از سالهای گذشته که خب مردم هم اینو کاملا لمس کردن و رفتن به سمت نصب پمپ و مخزن تو خیلی از آپارتمان‌ها. و من نتایج اینو رو داده ها دیدم که از سال 1400 به این ور مصرف آب در اکثر مناطق تهران یکم کاهشی شده یا افقی شده با اینکه اون مناطق در حال توسعه بودن. خب این پمپ و مخزن‌ها در واقع اثر اون کاهش فشار رو خنثی کرد. بنابراین اکثر خونه ها در تهران در مناطقی که حالا پمپ و اینا استفاده میکنن کاهش فشار رو لمس نمیکنن داخل خونه. اگر پمپ رو خاموش کنن بعد متوجه میشن که چقدر فشار آب شبکه کم هست. به خاطر همین استفاده از پمپ ها خروجی شیرالات خیلی بالاست. زمان دوش گرفتن خیلی مهمه آقای دکتر. زمان دوش گرفتن بعضیا خیلی طولانیه که حد اکثر 8 دقیقه آب بیشتر نباید توی حمام باز باشه. و اگه همین فرض کنید شما یه خانواده 4 نفره، اگر مثلا توی هوای گرم یه روز در میون بخوان دوش بگیرن و اینا مثلا زمان دوش گرفتنشون رو فرض کنید از 20 دقیقه به 8 دقیقه کاهش بدن، میتونن اندازه مصرف 1 ماه یک خانوار صرفه جویی کنن.